خانمی 51 ساله گفتن که من فکر میکنم که دارم یائسه میشم، چون هی خونریزی دارم و بعد از مثلا 2-3 ماه خونریزیم دوباره قطع میشه و دوباره بعد برمیگرده، حالا به تعداد مثلا بعضی موقع 1-2 هفته، بعضی موقع 1-2 ماه ادامه داره. این خونریزی ها اولا که حالا میتونه خطرناک باشه یا نه و اینکه چجوری میتونن قطعش بکنن و حالا دکترای طب نوین هم به بعضیا پیشنهاد میدن که شاید رحمشون رو در بیارن، کورتاژ انجام بدن. اگر که این شرایطی که هموطن عزیزمون فرمودند برای فردی پیش اومد، ببینید در سن هول و هوش یائسگی طبیعی که دیگه از 45 سال تا 55 سال بسته به ژنتیک افراد مختلف و مزاج‌هاشون متفاوته. یه نفر خانوادگی معمولاً 46-7 ساله یائسه میشن، یه نفر نه طول میکشه و تا 55 سال هم ممکنه قاعدگی براشون اتفاق بیفته، ولی این هول و هوش 10 سال بالاخره سنین هول و هوش یائسگی هست. تو این بحث برای ما رد کردن بیماری‌های خطرناک مهمتره. دیگه هر بی‌نظمی قاعدگی رو ما نمیگیم که خب حالا ببینیم چی میشه، چه جوری به درمان جواب میده و غیره. قاعدتاً اگر که فردی بی‌نظمی قاعدگی به این شیوهی که این هموطن عزیزمون داشتن براش پیش اومد، یعنی که مثلا 2 ماه واقعا خونریزیش بند نیومد، یعنی درمان تجربی براش گذاشتن که حالا گاهی عزیزان طب روز دوفاستون یا ترکیبات پروژسترون اینا میدن، یا از داروهای کاهش دهنده خونریزی قاعدگی مثل ترانگزامیک اسید یا مفرانیک اسید استفاده میکنن، یا بالاخره همکاران ما از داروهای قابض استفاده میکنن، ویتامین کا میزنن هرچی، ولی خونریزی بند نمیاد. خب باید ببینید چرا بند نمیاد. خب اینو قاعدتاً اولین قدم اینه که یک نمونه برداری از رحم انجام میشه که خب مطبیش به صورت بیوپسی همکاران متخصص زنان تو مطبشون انجام میدن، هرچند که بیوپسی مثل کورتاژ کل سلولهای آندومتر رو یا خود رحم رو بررسی نمیکنه، یک ناحیه است، دقتش به اون اندازه نیست، ولی خب برای قدم اول شاید بد نباشه. سوالاتی که مطرح شده بود در ارتباط با یائسگی بود، در سنینی که خانم ها یائسه میشن و خونریزی هایی که اتفاق میفته قطع میشه و بعد باز اتفاق میفته. دلیلش رو از خانم دکتر پرسیدم و گفتن که دلایل مختلفی میتونه وجود داشته باشه، عوامل خطر حتما باید حذف بشه، پس حتما باید به پزشک متخصص طب سنتی مراجعه بکنید برای اینکه عوامل خطر هم رد بشه. و در مرحله اول اشاره کردن و گفتن که حتما باید یک نمونه برداری انجام بشه. خب دیگه بسته به این نتیجه نمونه برداری و بسته به این که حالا به درمانهای طبی داره پاسخ میده یا نه، تصمیم میگیریم که آیا مرحله بعدی که کورتاژ تشخیصی هست انجام بشه یا نه. گاهی خب کورتاژ تشخیصی خیلی عمل راحت تری نسبت به این که اصلا تصمیم بگیریم رحمو در بیاریم، یعنی بالاخره ما اول انجام بدیم. گاهی خانم‌ها برای اینکه این 2 تا میشه، یعنی یه عمل کورتاژ تشخیصی میشه، بعد ممکنه که خارج کردن رحم نیاز بشه یا نشه، میگن که خب بریم دیگه یه بار بیهوش بشیم، در حالی که نه، ممکنه نتیجه کورتاژ تشخیصی چیزی باشه که بتونید رحمتون رو حفظ بکنید. بالاخره هم عمل ساده تریه، کم هزینه تره، کم عوارض تره و گاهی درمانی هم هست. یعنی شما یه ضخامت آندومتری دارید که به دلیل این ضخامت آندومتر دارید خونریزی قاعدگی براتون اتفاق میفته و اون بی‌نظمی ها. شما در این حالی که دارید کورتاژ تشخیصی انجام میدید که نوع سلول هایی که اونجا هستن رو شناسایی کنید چه مدلی هست و آیا خطرناک است یا نه، خب اون تراشیده شدن رحمی اتفاق افتاده، ضخامت آندومتر اومده پایین و درمان هم شدید. خب پس علیرغم اینکه ما خودمون هم خیلی موافق کورتاژ کردن نیستیم، به هر حال دستکاری قدم آخره، ولی گاهی نیازه. ما نمیتونیم تضمین کنیم که رحمی که 2 ماه خونریزی داره قطع نمیشه، بی‌نظمی براش اتفاق افتاده، خدای نکرده رشد سلول‌های بدخیم توش اتفاق نیفتاده باشه. اما وقتی کورتاژ تشخیصی رو انجام میدن همکاران متخصص زنان و نتیجه اون کورتاژ میاد که سلول‌های طبیعی هستن، خب ما خیالمون راحت میشه. اینجا دیگه با دست باز خیلی وقتا درمان‌های طب سنتی هم جواب میده و اینا یه تقویت عمومی که بشن، چون خود خونریزی‌ها براشون ضعف میاره، خود ضعف مانع از این میشه که رحم توانایی انقباض رو به راحتی داشته باشه و خونریزی طولانی میشه. خب ما میایم مقویات و خونسازها رو به اینا میدیم. یکی از بهترین درمان‌ها که حالا تو برنامه‌های قبل هم اشاره کردم آب هویجه. تو اون زمان خونریزی اگه با دوز طولانی، حالا مثلا 4 روز 5 روز خونریزیشون زیاده، با دوز زیاد عرض کنم خدمتتون، مثلا هر 4 ساعت یه لیوان آب هویج بخورن، میزان خونریزی کاهش پیدا میکنه. بعدش ادامش از قابضاتی مثل
رب به تهیه بکنن و میزان خونریزی که کم شد یه قاشق مرباخوری رب به بعد از هر وعده غذا استفاده بکنن. خیلی وقتا قطع میشه، به اضافه حالا سایر غذاهای خونساز مثل زرده تخم مرغ عسلی، شیر بادام، فالوده سیب، شیر برنج و بقیه ترکیبات این مدلی، به گوشت گوسفند، عصاره‌اش، آبگوشت، کبابش، اینا همه که جبران اون کاهش هموگلوبین اتفاق بیفته. وقتی این کار رو انجام میده فرد، آرامش داره، اعصاب روانش راحته، به اضافه خواب مناسب، بعضی وقتا خونریزی قطع میشه، نظمه برمیگرده و اون یائسگی پر سر و صدا به یک یائسگی کم صدا و کم عارضه تبدیل میشه و خب این 1-2 سال که گاهی 1-2 سال هم طول میکشه سپری میشه و فرد رحمش رو حفظ کرده. البته ما هیچ تضمینی نمیتونیم بکنیم این رحمی که الان حفظ کردیم 10 سال دیگه خدای نکرده اتفاقی براش نیفته. برای این میگم که مثلا این عزیزان این فکر رو نکنن که خب اگه ما 10 سال پیش درآورده بودیم چه اتفاقی میافتاد. نه، ببینید ما الان برای چیزی که ممکنه 10 سال دیگه سرطانی بشه توصیه نمیکنیم الان رحم رو خارج بکنیم، مثل سایر اعضای بدنمون. بالاخره 10 سال دیگه ممکنه سرطان رودم بگیریم، از الان که درش نمیاریم که اگه بعداً علائمی پیدا کردیم. ولی خب الان اون مرحله رو پشت سر گذاشتیم. اگر که غربالگری هامون رو به موقع انجام بدیم و مراقب سلامتی و علائم هوشدار دیگه‌مون باشیم، نه انشالله که اون اتفاق نمیفته و خدای نکرده اگه اتفاق افتاد هم زود متوجه میشیم و درمانش میکنیم. بسیار عالی.